شنوندگان عزیز سلام به همتون. در قسمت اول تشکر میکنم از اون دوستایی که پیام فرستادن و همچنان پیام‌های تبریکی دادن. اگرچه دور بودن از شما دوستا و وطندارا لذت این قسم سالگرده ها را کمتر میسازه، اما حضور این دوستا، این عزیزایی که لطف کردن، وقت گذاشتن و همچنان آمدن و با آمدنشان این سالگرد بازم گرم ساختن، من از همتون تشکر میکنم، از شما تشکر میکنم و همچنان از این دوستای ما، از فراد جان، محمد جان، از ماما عزیزم فاو جان، همچنان از دوستای دیگه از ارشاد جان، سعیم جان و همچنان دوست عزیز ما تشکر میکنم به خاطری که بسیار زیاد زحمت کشیدن و این سالگرد بر من رقم زدن. من خوشحال هستم و داشتن همچون دوستا هست که افزودن سالهای زندگی را باعث میشه که این یک سال اضافه شدن خوشحالتر بسازه. تشکر از همتون. ما هم منوبه خود سال روز تولد بر خود تبریک میگیم از طریق خودت و خانواده محترم که تبریک دادن دیگه. اگرچه قسم که شایانش بود ما نتونستیم مثلا تحلیل بکنیم، ولی باز هم گفتیم خوشی‌های کوچک است که باعث یادگیری بزرگ میشه. این روز در زندگی بارها و بارها تکرار شود. همیشه با صحت، سلامت و سربلند باشید. بخیر باشید. اینا روز تولد مبارک. قربانتان زنده باشید. اینا هر یک از دوستایی که هر حرفی داره بگید. گفتن آقا که بی‌خبرک بی‌خبرک گفتیم وطن‌دارای ما